سلام. امروز اومدیم یک محصول برقی جدید برای شما رونمایی بکنیم. حالا دقیق نمیگم ولی شاید برای اولین بار باشه، حداقل توی منطقه خودمون. سه چرخه های برقی هن که خیلی جالبه، دنده عقب داره، راهنما، بوق، اصلا یه موتوریه برای دف داره. ولی اینا چون برقی هستن نیاز به پلاک و گواهینامه نداره. تا 200 کیلو وزن رو تحمل میکنه، مناسب بچه، سالمند، حتی جوونا. خب ما بریم حالا یه دوری با این سه چرخه بزنیم. اگه موافقید بریم ببینیم به چه صورته. این یه ریموته. از این فاصله الان این موتور روشن شد. خب ما سوار میشیم. خب این موتور الان دنده عقب داره، من صوت دنده عقب حرکت میکنم. خب سرنا خانم شما هم بیاید. یه صندلی همراه بچه هم داره، ما میتونیم صندلی رو باز کنیم و یک بچه هم ما رو همراهی بکنه. خب شما مشتریان عزیز میتونید این محصول رو به صورت عدم قسط از ما خریداری بکنید.